سلام كمسك الختام. تو نیز از اهل قرآن باش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو موسی اشعری خداوند از او راضی باد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از راه‌های تعظیم خداوند احترام گذاشتن به پیرمرد مسلمان و صاحب قرآن است که در خواندن و عمل با قرآن افراط نمی کند و همچنین قرآن را رها نمی نماید و احترام گذاشتن به حاکم عادل است. روایت ابو داود. دوستان عزیز، خداوند بعضی از بندگان صالحش را به صفتهای خاص صفت می کند و برای چنین بندگان بعض حق و حقوقها داده است که دیگر بندگان باید این حقوقها را رعایت کنند. چنانه که در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی از بزرگ داشتن خداوند و حق او تعالی را ادا نمودن این است که پیران سالان، حافظان قرآن و حاکمان عادل را احترام نماییم. اسلام دین است که ما را همه وقت به جا آوردن حق و حقوق دیگران وادار می کند. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اول احترام کلانسالان را ذکر کردند، بعد احترام صاحبان قرآن را و در آخر احترام حاکمان عادل را. حرمت و احترام کلانسالان را به جا آوردن این پیروی کردن به سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد، چون آن حضرت صلی الله علیه و سلم همه وقت با پیران سالان احترام خاصی داشتند. پس به هر یکی ما واجب است تا احترام پیران سالان را به جا آوریم، چون با این عمل یکی از حقهای خداوند را به جا خواهیم آورد. و این چنین با احترام نمودن حاملان قرآن یعنی صاحبان قرآن یعنی بردارندگان قرآن ما یکی از حقهای دیگر خداوند را به جا می آوریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حافظان قرآن را احترام می کردند و حتی در غزوه ها وقتی که حافظان قرآن شهید می شدند اول آنهایی را دفن می کردند که قرآن را بسیارتر می دانستند. پس با احترام نمودن حافظان قرآن ما پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم می کنیم. آن حافظان که در احکام قرآن و عمل کردن به آن زیادروی نمی کنند، یعنی حافظان که به امرهای قرآن عمل کرده به نامش موافق باشند و این چنین احترام کردن حاکم عادل، حاکمی که بین مردم با عدالت حکم می کند. این سه عمل از جمله بزرگداشت و تعظیم و احترام الله تعالی به حساب می روند. در لفظ حدیث با زبان عربی حامل قرآن آمده است، یعنی بردارنده قرآن. اینها از جمله حافظان قرآن و این چنین شخصانی که حافظ قرآن نیستند ولیکن قرآن را با قاعده های تجویدیش می خوانند و آداب و اخلاق قرآنی دارند. در احکام قرآن افراط نکرده و دیگران را به افراط و زیادروی دعوت نمی کنند. قرآن را دستور عمل خود قرار داده در زندگی خود آن را تطبیق می کنند. این چنین تلاوت قرآن و عمل کردن بر آن را ترک نمی کنند. احترام این گونه شخصان این به جا آوردن حق و حقوق خداوند می باشد. خلاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث به جا آوردن احترام این سه گروه، یکم پیران سالان، دویم حافظان و سیوم حاکمان عادل را ذکر نمودند.
که هر جامعه اسلامی اگر احترام آنها را بجا آورد حق خدا را بجا آورده است و در این جامعه صلح و ثبات و آرامی پایدار می گردد و هر جامعه که احترام آنها را بجا نآورد حق خدا را پایمال کرده است و چون این جامعه روی به بی‌برکتی و خواری و گمراهی آورد. پس دوستان حق این شخصان را بجای آوریم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.